سلام دوستان. یکی از دوستان در مورد مثلا بحث بورسی مقدار فاند و هزینه‌های زندگی توی استرالیا پرسیده بود که من الان یه موقعیت برام پیش اومد که میتونستم پاسخ این دوست عزیزمون رو بدم. گفتم یک ویدیو ضبط کنم که شاید سوال خیلی از بقیه شما عزیزانم باشه. چیزی که من دارم در موردش صحبت میکنم مثلا تجربه شخصی خودمه، به خصوص وقتی که بحث به اصطلاح مقدار هزینه‌ها و اعداد و ارقام میاد وسط. خیلی مقادیر میتونه متفاوت باشه وابسته به افراد مختلف. پس اون چیزی که میگم بیشتر تجربه شخصی خودم، سعی میکنم که یک معیار و یک متوسطی از اون چیزی که هست توی استرالیا، چه در مورد مقدار فاند چه در مورد هزینه‌ها، خدمتتون بگم که براتون امیدوارم مفید باشه. خب من سال 2019 تحصیلم شروع کردم توی استرالیا. سال 2023 تموم کردم. به اصطلاح دکترا، مقطع دکترا بود و مقدار بورسیه من چیزی حدود بیش از 27,000 دلار استرالیا بود. توی این ویدیو هر جا میگم دلار، منظورم دلار استرالیا است که میتونید مقایسه کنید ارزشش رو با دلار آمریکا. ارزش دلار آمریکا تقریبا 1.5 برابر دلار استرالیا است. بعد 27,000 تقریبا چیزی بیش از 27,000 دلار استرالیا توی سال چیزی بود که من به اصطلاح دریافت می‌کردم به عنوان استایپند. این به اصطلاح هر سال یه مقداری اضافه میشد، ولی به طور کلی توی این 3-4 سال به اصطلاح که من درس میخوندم چیزی بین 27,000 دلار استرالیا تا 28,000 دلار استرالیا توی سال بود و اینو 2 هفته یک بار به من میدادن که 2 هفتهش مثلا 1000 خورده ای میشد. حالا هر چقدر بود دقیق یادم نیست، که مثلا هر 2 هفته یک بار 1000 خورده ای مثلا دلار، 1090 دلار، 100 دلار چقدر واریز میکردن به حساب من و این کلا پرداخت ها اینجا معمولا 2 هفته یک بار انجام میشه. فورنایتی بهش میگن. بعد خب این در مورد فاند دانشگاه مختلف با هم فرق میکنه. دانشگاه بزرگتر ممکنه فاند بیشتری به شما بدن، ولی خب این چیزی بود که اصلا به من تعلق میگرفت و فکر میکنم مبالغ این و یا دانشگاه بزرگتر مبلغی بیش از این باشه دیگه. خودتون حالا با توجه به هزینه ها که میگم خودتون دستتون میاد که به اصطلاح اگه مقادیر بیشتری از دانشگاه دریافت کردید چطور میتونید به اصطلاح اونو بودجه بندی کنید و هزینه کنید. خب در مورد هزینه ها بگم اول اینکه تورم اینجا خب نقش خیلی زیادی نداره، مثلا 1-2% شاید تورم توی سال خیلی به چشم نمیاد. برای همین مثلا هزینه ها از سال اول تا سال 4 اونقدری تغییر نکرد که مثلا خیلی به چشم بیاد. این هم یه موردی که حالا بگم قبل از اینکه هزینه ها رو بحث کنم. ولی در مورد هزینه ها، مهمترین هزینه مطمئنا هزینه اجاره مسکن است. من خودم خب سینگل یک اتاق توی یه خونه شهر اجاره میکردم. حالا بهتون میگم چطوری دیگه. پس ببینید اگر شما یک نفرید و میخواید یک اتاق توی خونه شهر اجاره کنید و دانشگاه منم تقریبا یک جای نسبتا خوب شهر بود، خب قیمت ها خیلی متفاوته، ولی اون قیمتی که من به اصطلاح دنبالش میگشتم و من هندل میکردم چیزی هول و هوش به طور متوسط شاید بشه گفت، حالا من سعی میکنم آمار رو به روز بدم دیگه، الان 2024 هست، مثلا آمار به روزش رو بخوام بدم مثلا چیزی حدود 1000 دلار در ماه برای اجاره برای یک نفر تو خونه شهر. شما ممکنه موارد ارزونتری پیدا کنید و ممکن هست که خیلی احتمالش بالاست که موارد گرونتر از اون که خب خیلی زیادن پیدا کنید. ولی برای من همیشه دنبال مثلا یک چیز باجتی میگشتم که توی مثلا به طور متوسط با 1000 دلار 900 دلار توی ماه، همون حالا بگیم 1000 دلار توی ماه پیور برای اجاره خونه، به اصطلاح این بودجه‌ای بود که من در نظر می‌گرفتم. پس 1000 دلار توی ماه برای یک نفر توی خونه شهر اجاره. رقم دوم بیلز هست یا صورت حسابای آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت. بیلز معمولاً برای هر فرد که توی خونه شهر زندگی میکنه تجربه شخصی من این هست که چیزی بین 100 دلار تا 150 دلار توی ماه میشه. اوکی؟ بذارید بگیم 125 دلار توی ماه.
پس ما داشتیم $1000 هزینه اجاره اتاق، $125 هزینه بیلز که آب، برق، گاز و اینترنت خونه، و شما موبایلی که میگیرید معمولا یه پریپید پلن میگیرید، مثلا توی ایران سل همراه اول که مثلا ما یه مبلغی پریپید پرداخت میکنیم و ازش استفاده میکنیم. این هزینه باز هزینه‌های مختلفی هست، حتی میتونه به حداقل $10 توی ماه هم برسه، ولی مثلا یه چیزی حدود $20 $25 یه چیز خیلی معمولیه که مثلا تقریبا 6 گیگابایت به شما اینترنت بده توی ماه، و خب SMS و کال و اینا هم که رایگانه همیشه. این هم اجازه بدید بگیم $25. پس ما $1125 از قبل داشتیم، به اضافه $25 $1150. بعد تا اینجا هزینه اون پریپید موبایلتون، اون به اصطلاح هزینه حالا اینترنت روی موبایلتون، و میگم اون SMS و کالم که رایگان هست. $25 برای اینجا بذاریم، میشه $1150. مبلغ مهم دیگه ای که هست هزینه سوپرمارکت، گروسری شاپینگ. هزینه سوپرمارکت خیلی میتونه متفاوت باشه از فرد به فرد دیگه، ولی توی هر هفته برای هر فرد میتونه به طور متوسط چیزی بین 70 تا $150 متغیر باشه. خیلی بستگی داره به اینکه خب شما چطور خرج میکنید. اجازه بدید یه مبلغ متوسط رو براش در نظر بگیریم. $100 توی هفته. $100 توی هفته تقریبا میشه $450 توی ماه. در نظر بگیرید که ماه بیشتر از 4 هفته است. بعد حالا یه نکته هم این که گفتم ماه بیشتر از 4 هفته است، در آخر سر بهتون میگم که اینا اصلا اجاره ها رو چجوری حساب میکنن، اجاره خونه و اینا رو. بعد خب تا اینجا شد 450 تا. پس ما 1150 تا از قبل داشتیم، به اضافه 450 تا میکنه 1600 تا. خب چه هزینه های دیگه ای میمونه؟ هزینه پابلیک ترانسپورت. هزینه پابلیک ترانسپورت، ببینید شما باید سعی کنید خونه‌تون رو تا جایی که ممکنه نزدیک به دانشگاه بگیرید، بخاطر که هزینه پابلیک ترانسپورت خیلی بالاست. هزینه پابلیک ترانسپورت توی ملبورن توی استرالیا برای هر روز شما چیزی حدود فکر کنم $10.60 10.6 یعنی هر تیکت شما توی یه روز عادی هفته 5.3 دلار هست و رفت و برگشت میشه $10.6. خب پس $10.6 خیلی مبلغ بالاییه. شما حتما باید خونه‌تون نزدیک به دانشگاه باشه که به پابلیک ترانسپورت به هیچ وجه نیاز نداشته باشید، مگر اینکه حالا شرایط خاصی داشته باشین که دیگه هزینه پابلیک ترانسپورت هم حالا بهتون میگم که بتونید اضافه کنید. این هزینه پابلیک ترانسپورت هست توی هر روز عادی هفته $10.6، توی آخر هفته توی ملبورن $7.2 هست. مبالغ برای سیدنی فرق میکنه. اخیراً کوینزلند اومده و این رو به روزی تقریبا $1 کاهش داده. این برای کوینزلنده. اینو خودتون میتونید توی وبسایت چک کنید تا مطمئن شید. من توی اخبار شنیدم. ولی خب توی ملبورن روزی $10 برای پابلیک ترانسپورت، توی سیدنی هم باید همین حدود باشه. خب ببینید شما اوکی خونه‌تون رو نزدیک دانشگاه میگیرید تا مجبور نباشید که هزینه پابلیک ترانسپورت بدید، ولی به هر حال شما مجبور که هزینه پابلیک ترانسپورت بدید. نمیدونم اگه برید مرکز شهر، برید آخر هفته با دوستانتون بگردید، برید هایکینگ، برید این ور برید اون ور، ما فرض می‌کنیم توی ماه شما 10 بار به اصطلاح بخواید، یعنی هر 3 روز یک بار بخواید از پابلیک ترانسپورت استفاده کنید که مثلا برید سوشال گدرینگی، برید با دوستاتون بیرون، برید این ور اون ور، این هم $100 براش در نظر میگیریم توی ماه. پس اینجا شد $1700. چه هزینه دیگه میمونه؟ هزینه پوشاک. هزینه پوشاک باز این یه مسئله که خیلی خیلی بستگی به خودتون داره، ولی اجازه بدید به طور متوسط بگیم $100 هم بخواید توی ماه برای اون در نظر بگیرید. هزینه پوشاک هم $100، $1800. خب فکر کنم این تمام هزینه هایی بود که شما میتونید در نظر بگیرید.
در مورد هزینه‌های دکتر و پزشکی بهتون بگم که مثلا برای ما دانشجویان دانشگاهمون اگر که شما دانشجو بودید هزینه جی پی جنرال پرکتیشنر یا دکتر عمومی برای شما رایگان بود. شما میتونستید برید به صورت رایگان با جی پی، حتی با منتال هلت کانسولر، با کسی که مشاوره سلامت روان شما میده، با یه سری متخصصای خیلی محدود داخل دانشگاه مشاوره بگیرید و کار راه انداز بود. میدونید بنابراین این هزینه پزشکی اگه که نمیخواید برید بیرون و مثلا کاری به بیرون ندارید و جی پی های داخل دانشگاه، جی پی یعنی همون دکتر جنرال پرکتیشنر یا دکترای عمومی داخل دانشگاه کار شما را میندازن، نگران هزینه های پزشکی نباشید. هزینه دارو هم خیلی زیاد نیست، اگه که مشکل خاصی امیدوارم پیش نیاد اونم فعلا نگرانش نباشید. اینم در مورد هزینه های پزشکی. حالا فرض کنید که از اون توی ماهانه نمیدونم اگه حساب کنید بستگی به فاندتون داره، فرض کنید مثلا چیزی بین $2300 تا $2500 یا بیشتر توی ماه داره شما استایپند دریافت بکنید که به هر حال توی این هزینه‌هایی که گفتم یه سری هزینه‌های متفرقه ممکنه براتون پیش بیاد. فکر کنم تا اونجا که ما گفتیم شد $1800. اوکی، اون هزینه‌های متفرقه رو مثلا $200 در نظر بگیرید. ممکنه شما بخواید یه کتاب خاصی بگیرین، آموزش خاصی بگیرین، این $200 هم برای اون در نظر بگیرین و یه چیزی حدود مثلا $300 شما میتونید سیف کنید. مثلا بگو بین $200 تا $400 هم توی ماه سیف کنید که این سیوینگتون هم مثلا میشه توی سال چیزی بین $1500 تا $2000. با این سیوینگتون $1500 تا $2000 توی سال هم میتونید یک بار برید مسافرت. حالا مسافرت هم بستگی داره دیگه، مثلا اگه بخواید از ملبورن برید سیدنی، خب این یه مسافرت کم هزینه است، با کمتر از $1000 شما میتونید برید کل هزینه‌های پرواز، اکامودیشن، خوراکتون و همه چیز تفریحاتتون رو پوشش بدین. وقتی که پرواز مثلا ملبورن تا سیدنی خیلی گرون نیست، مثلا با $300-400 میشه ریترن گرفت، کمتر یا بیشتر. و شما میتونید ایر بی ان بی اجاره کنید توی سیدنی یا کپسول هتل. من از خودم اون امتحان نکردم ولی میدونم چه آپشنی هست. بعد توی سیدنی اجاره کنید. خیلی مسافرت جمع و جور دانشجویی برید سیدنی رو بازدید کنید و برگردید مثلا 4-5 روز، حالا تعطیلات عید پاک یا هر تعطیلاتی که پیش میاد براتون، از این موقعیت هم استفاده کنید و اون رو انجام بدید. پس آره اینا مثلا برای سیدنی. ولی خب اگه بخواید برید مثلا یه جایی مثل نورث کوینزلند، شمال کوینزلند، به اصطلاح که مناطق توریستی و تفریحی در استرالیا هست، خب اونجا مثلا بعد چیزی بود مثلا $1500 تا $2000 در نظر بگیرید، به خاطر اینکه اون تفریحاتی که هست مثل قبرسی، مثل کیبل کار، تلکابین و مثلا اینجور چیزها میتونید یه مقدار مثلا چیزایی هست که یه مقدار بیشتر باید هزینه کنید براش. مثلا حالا اگه برید نورث کوینزلند مثلا $1500-$2000 در نظر بگیرید، باز هم با یه حالت دانشجویی یا حالت خیلی اکونومیکال مثلا پرواز کنید برید نورث کوینزلند، مناطق تفریحی اونجا رو بازدید کنید و برگردید. این چیزی بود که به ذهنم میرسید. در مورد هزینه‌های اجاره خونه گفتم من یه نکته رو بهتون میگم در آخر سر. اون نکته اینه، ببینید اجاره های هزینه، اولا که من در مورد حالا خونه و اینا گفتم که من معمولا خودم خونه هامو به جز موارد آخری که از طریق دوستانم پیدا می‌کردم، اما موارد اولی که اومده بودن بعد از Airbnb توی flatmates.com همیشه پیدا می‌کردم و یکی از بهترین گزینه‌ها flatmates.com توی flatmates.com همیشه شما وقتی که دارید گزینه‌ها رو سرچ می‌کنید می‌بینید که هزینه رنت رو اون رو به صورت ویکلی، به صورت هفتگی به شما داده. مثلا $200 توی هفته. بهتون بگم که $200 توی هفته نمیشه $800 توی ماه. این اشتباه نکنید. اگه میخواید بدونید چطوری باید حساب کنید، باید بدونید که هر سال 52 هفته است. 200 ضرب در 52 حالا هر چقدر میشه. اجازه بدید یه رقم ساده‌ای بگم که بتونم اینجا حسابش کنم. آره دیگه، حالا 200 هم خیلی سخت نیست. 200 ضرب در 52 میشه 10,400. از اون 10,400 بعد 10,400 رو باید تقسیم بر 12 کنید. حالا 10,400 رو تقسیم بر 12 کنید. اجازه بدید من یه لحظه توی ماشین حساب بزنم.
ببخشید. خب من گفتم 52 ضرب در 200 میشه 10,400 تقسیم بر 12 میشه 866 ببینید پس برای میشه تقریبا $867. این نکته ای هست که حتما موقعی که دارید دنبال خونه سرچ کنید خونه میگردید حواستون بهشون باشه. یک مورد دیگه هست خونه ها به اصطلاح ممکنه فرنیش باشه، ممکنه آن فرنیش باشه. این یه موردی هست که باید نظر بگیرید. من اینو اشاره نکردم. اگر آن فرنیش هست باید هزینه‌های فرنیش کردن در نظر بگیرید. هزینه فرنیش کردن چقدره؟ من خودم خب یه اتاق آن فرنیش گرفتم، می‌خواستم اتاقم فرنیش کنم. من یه کوین بد گرفتم چون قدم بلنده. اگه قدتون بلنده مثلا باید کوین بد بگیرید، دابل قدش کوتاهه و مشکل داره. من مثلا 186 قدم بود با دابل خب مشکل داشتم. من کوین بد گرفتم، کوین ماتریس گرفتم $400 از آیکیا. بعد اون دونا یا لحاف گرفتم مثلا $100. بعد اون کاور و اینا همش مثلا کاور، حالا ماتریس کاور و کاورهای پیلو و کاور دونا و اینا هم بگو $100 تا اینجا شد $600. بعد $600. شما مهمترین چیز اگه اتاقتون فرنیش نیست، چون معمولا خونه ها که فرنیشه فریج و یخچال فریزر و اینا همه چی داره، فقط میمونه تختتون و وسایل خوابتون که اونم تا اینجا که گفتم $600. یه بد فریم میمونه. بد فریم رو میتونید مثلا با هزینه تقریبا بین $200 تا $400 باز از آیکیا بگیرید، یا با هزینه های خیلی کمتر از فیسبوک مارکت که یک بازار دست دوم هست، از فیسبوک مارکت بگیرید مثلا $50 یا حتی رایگان یا زیر $100 اگر که مثلا فکر مورد اون یک هزینه است براتون. بعد اگر اتاق فرنیش نیست برای من یه هزینه $1000 برای فرنیش کردن اتاقتون در نظر بگیرید. سعی کردم که هزینه ها رو به طور خوبی پوشش بدم. یه مسئله که هست این هزینه ها برای ملبورن بود. هزینه ها توی سیدنی گفته میشه، من مطمئن نیستم، گفته میشه که بالاتر از ملبورنه. من خودم هزینه ها رو چک کردم، مثلا خونه و اینا میشه با همون هزینه های ملبورن توی سیدنی هم زندگی کرد. ولی خب به هر حال کسایی که توی سیدنی زندگی میکنن حالا جدی میگن که هزینه های زندگی توی سیدنی بالاتر از ملبورنه. بعد اگر توی شهرهای کوچکتر زندگی میکنید بعد بگم که هزینه های زندگی ممکنه پایین تر باشه، ممکنه بالاتر باشه. اینطور نیست که حتما پایین تر باشه. اینم موردی هست که میتونید چک کنید. یه نکته دیگه در مورد خونه بگم قبل از اینکه ویدیو رو کات کنم. اینم که خونه، خب من همیشه اتاق شیر توی خونه، اتاق پرایوت توی خونه شیر میگرفتم و هزینه ها رو بابت این گفتم. ولی اگر که مد نظرتون هست که برای خودتون آپارتمان بگیرید، اون موقع از سایت realestate.com که سایت ریال استیت مرجع اصلی مثلا ریال استیت هست توی استرالیا، یا سایت های دیگه شبیه دومین یا سایت های دیگه که خونه رو اجاره میدن، فقط جافیه سرچ کنید ریال استیت وبسایت استرالیا. بعد اون مثلا وبسایت هایی که مربوط به ریال استیت هست رو بهتون نشون میده. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه سوالی داشتین توی کامنت بپرسید. من سعی کردم که مثلا هزینه ها و مبالغ مثلا فاند و اینجور چیزها رو پوشش بدم توی این ویدیو. ببخشید باید سرسده اگه اطراف بود. من به هر حال این موقعیتی بود برام پیش اومد، گفتم استفاده کنم این ویدیو رو بگیرم. بعد یک سری سرصدامی اطراف بود. ببخشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. بازم ممنون و سوالتون رو توی کامنت بپرسید. ممنونم. میکنن حالا جدی میگن که هزینه های زندگی توی سیدنی بالاتر از ملبورنه. بعد اگر توی شهرهای کوچکتر زندگی میکنید بعد بگم که هزینه های زندگی ممکنه پایین تر باشه، ممکنه بالاتر باشه. اینطور نیست که حتما پایین تر باشه. اینم موردی هست که میتونید چک کنید. یه نکته دیگه در مورد خونه بگم قبل از اینکه ویدیو رو کات کنم. اینم که خونه، خب من همیشه اتاق شیر توی خونه، اتاق پرایوت توی خونه شیر میگرفتم و هزینه ها رو بابت این گفتم. ولی اگر که مد نظرتون هست که برای خودتون آپارتمان بگیرید،
اون موقع از سایت realestate.com که سایت ریال استیت مرجع اصلی مثلا ریال استیت هست توی استرالیا، یا سایت های دیگه شبیه دومین یا سایت های دیگه که خونه رو اجاره میدن، بعد جافی سرچ کنید ریال استیت وبسایت استرالیا. بعد اون مثلا وبسایت هایی که مربوط به ریال استیت هست رو بهتون نشون میده. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه سوالی داشتین توی کامنت بپرسید. من سعی کردم که مثلا هزینه ها و مبالغ مثلا فاند و اینجور چیزها رو پوشش بدم توی این ویدیو. ببخشید باید سرسده اگه اطراف بود. من به هر حال این موقعیتی بود برام پیش اومد، گفتم استفاده کنم ویدیو رو بگیرم. بعد یک سری سرصدامی اطراف بود. ببخشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. بازم ممنون و سوالتون توی کامنت بپرسید. ممنونم.